توجیکونتیجه تقدیم میکند. الیف دردی سر نمی شود می گفتم، اما شد. همش از یک روی عبدی. خلیل عبدی را جنگ نکن، او عاشق است، دیوانه‌وار. در انبار محکم کردن الیف را اهمیت نده، پگاه رفته می کشاید. هرگز نیاچه برآورده سر نمی دهد، بس هرمون کلین کرده می بیارد. یوسف باشد الیف که پیدا شود او هم از حبس می براید. الیف رو چقدر در انبار داشته می توانیم؟ چی گفتن میخواهید آچه؟ خلیل، از الیف خلاص شدنمان لازم. حاضر مرا ناز گوش کن. هم از الیف هم از یوسف ابدیت خلاص می شده که یک راهی هست. سوزجان التماس گشاده شد. شما چه ها میگوید آچه؟ این خیل کار را کردن؟ خلیل دیگر چاره نیست. هم یوسف هم الیف به سرمان بلا می شود. اما آچه این درخواستتان. نه نمیتوانم. خلیل میکنی، دیگر راهش نیست. بخوایی دادرت حب شود و یوسف در کجه ها گردد. کنی خونی خرجانگی تو خلیل نامت گم شود. این را از من نخواهید آچه. یگان چیزی دیگر کنید، یگان راه دیگری یابید. این را به سرت اندازو در خانه شید. کاری تو نمیتوانستگی را من میکنم، فهمیدی؟ میلش میکنم آچه. گفتگیتان بری میکنم.
حیف شد بیچاره دختر. ما یگانه عیب نداریم. ما گفتگی رو کردیم. راست میگی یو. دیلم که میچخیره شده خیر. چه دخترش شد؟ ای شما چه پیچه دارید؟ کنی رفتیم سبیل خدا جانم رو عذاب نده. جانم رو به آسانی بگیر خدا جان. تقدیرم تا به همین جا بوده است. خلیل شیر بچه ای من، شیری دادگیم حلالت بود. از همهشون خلاص شدیم اکنون. همهش تمام با یک تیر دو نشان. نه الیف است نه یوسف است. الیف مرد. از آن سراخی برآمدن یوسف خیلی مشکل. انا همین طور. عبدی بیسرکم. عبدی عبدی خوب هستی؟ عبدی جا میگوید شما آچا، جا میگوید. با الیفم چی کردید؟ با الیف چی کار کردید؟ آچا الیفم را کشتید. آجا اکا عبدی با الیف چی کار کردید؟ عبدی با خدای عبدی چی کار کردید؟ آچا اکا عبدی چی لازم باشد آن را کردیم. برای تمام عائله همون چی لازم باشد آن را کردیم. الیف با تو چی شده؟ الیف عبدی با خدای عبدی با خدای عبدی. خلیل بگوی عبدی چی حال دارد؟ الیف خوب نیست آچا. من هم خوب نیستیم آچا. اکا تشکر. همیشه در وقتهای مشکلی هم می اویی. تو از جانب خداوند یک ملائکه ای. از درون علنگه ها به نخست برآمدید. فکر کردم در خوابم هستید. یوسف او رو خلاص کردنم لازم. یوسف مردن مراد را میدونسته باشد.
مردنی دادرش را به او چی خیل میگفته باشد. من رفتنم لازم. رحمت. من زینب رو دوست دارم. من زینب رو دوست ندارم. زینب رو دوست دارم. من زینب رو دوست ندارم. مرحمت عبدی اکا صبحونه. لف کنی رو. اقلا یک پیاله چای می نشیدی. یگون چیز نمیخواهم. برید را ساکینه. مجبور نکنیدش. خلیل پایش بدتر شده است. به دکتر رفتن لازم. میرویم اوچه. عبدی بچیم این احوالت را بین. مرا راحت گذارید اوچه. عبدی بچیم. مرا دست رو گیرید. عبدی این احوالت را بین. احوال پایت را بین. دکتر رفتن لازم. چرا این را به الیف روا دیدید؟ به الیف؟ عبدی برای خوبی تو بود. الیف به یوسف عاشق بود. وای دخترم اینقدر تو را دوست نمی داشت. رفته از بالایت شکایت میکرد. اوچه خواب. بیا بچه. احوال پایت بد. خیز به دکتر رویم. نمیروم. تنها موندن میخوام. تنها مردن میخوام. بس تمام. مایلش عبدی نرو. من به خواجگی میروم اوچه. کار دارم. کارم که تمام شد میآیم. آن وقت به دکتر نرود هم. زده میبرم. مرا هم به نوحیه نمیبری. چی شد دخترم؟ التماس. البته بیا دخترم. دارم. تشکر زیاد. خدا راضی باشد. камтар пас касалбон меояду шуморо ба ҳуҷраатон мебарад. ягон ҳамроҳатон нест? اوچه جون. جیمو
چقدر شد که پزمانم. خدا را شکر که آمدی. بچه من است بچه من. چی شما اوچا جان؟ خوبم بچه خوبم. تشکر. حالا باوریم نمیاد اوچا. گویا که دروغ باشد. هیچ باور ندارم که زیر خاک مراد خوابیده باشد. اوه دروغ می بود. کاش که دروغ می بود. مرادم جایت جنت باشد مرادم. آمین آمین. یگانه تسلی بخشی سوزی دلم انا همین پسرم. رفتیم دخترم. خدا شفا دهد. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. چه خیلی هستی بچم؟ خودتون رو نگاه کرده میتوانید؟ پروا نکنید ما خوبیم. شما چه خیلی؟ خوبم بچم. پدرت در کجا؟ یا آمده است و با دکتر گپ میزند؟ دادم نامدن، من تنها آمدم. چرا نامد؟ کارهایش بسیار بودگیست. کار و بار مانده با من مشغول می شود. نه البته. کارشان رو حل کنن می آین اوچا. اگر کارشان دراز کشد شما زیغ نشوید. کیستان؟ منم. امینه ایست. امینه اینها را برای تو آوردم. بین. لازم نیست. تشکر. شرم ندار. بین چه خیلی زیباست. با تو بسیار میزیبد. میدانی شکریت در بیمارخانه به دردش دوایی نبوده است. روز حساب میکنیم اکنون، یا امروز یا پگاه انتظاریم. بسیار زیق شدم. از خدا ناامید نشوید. نغز می شود انشالله. نغز نمیشدگی بر این. در سرش آماس برآمد. تو بر این من هم تنها میمانم. چه خیلی که میفهمی تو هم میدانی تنهایی مشکل است. زن هم باشی مرد باشی همش مشکل دارد. بیا امینه. نکنید این کارو رئیس. ای ناز نکنه اینها را گیر. امینه. توبه توبه. با چی روزها موندیم. آدم از زنش در بیمارخانه میخوابد و او باشد. رفتیم. بیا. شده رو سرجان تو رو انتظار میروی. الیف خانم بیاناتتون امضا کنید. درآیید.
یوسف آزاد یوسف میتوانی روی. بیا یوسف میرویم از اینجا. در حبس بودنم را از کجا دانستی؟ الیف چرا جواب نمیدهی؟ چی شد؟ با تو اینجا بودنم را کی گفت؟ مراد گفت. مراد نزدت اومده بود؟ مراد او مرد الیف. یعنی تو مراد رو مردنش رو میدونستی حمیقی؟ پیش از مردنش دیدی او رو؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. چی شده ایستاد از الیف؟ یک جای به نظرت می آمده، اما عبدی با آدم هایش را همان را بریده. عبدی خواهش میکنم از تو آنچی میدانی بگو با من. بگو با من. آرام شو یوسف، گوش کن مرا. همش در یک لحظه شد و ناخوش شد. همش کثافتی. زن و زنی میکردن. مراد قفا میرفت. جری در قفایش بود رو ندید. الیف آمون تنها یک چیز رو گوی. مراد را کی کشت؟ عبدی کشت. او را عبدی کشت. میکشم تو را مسخره باز. این سفر میکشم. سردی میکشم. مراد این سفر میکشم. باش مراد. میکشم. مراد پشتت را نگاه کن. مراد با دقت باش. مراد احتیاج. مراد میکشم. عبدی این کار را نکن. مرگی مراد ناخوشی بود یوسف. عبدی هم ایخی شدنش را نمیخواست. یعنی ناخوشی بود؟ همش ناخوشی بود؟ عبدی ناخواست مراد را کشت. بس است الیف، بس است، خاموش. حالا هم دروغ میگویی. این یگان ناخوشی نیست، عمیق جنایت است. و تو که چی را پنهان میکنی؟ اما پروا نکن. آن پنهان کردن هر چیزی باشد رفته از عبدی بفهمم. نکن یوسف، هرگز نکن. التماس باورم کن. با تو حقیقت را گفتم یوسف. حقیقت؟ کدام حقیقت؟ اگر نمیپرسیدم حتی نقل نمیکردی. تو باز از کدام حقیقت گپ میزنی؟ یوسف ناخوشی بود. مراد را عبدی نکشت یوسف. از عبدی را کشتن چی به دست می آوری؟ مراد باز می گردد مگر؟ قرجانی ها تو را زنده نمی گذارن. آنها هم تو را می کشن یوسف. نه، اگر به پلیس روم من یوسف را فروختگی می شوم. خدا جانی التماس به من یاریده. به من یاریده. الیف جانی من. از روی منم این کار شد. از روی من تو چنین شدی الیف. عبدی بچم، بیهوده خودت رو عذاب میدهی. من الیف را دوست میدارم آچه. حتی
بسیار دوست می‌دارم اوچا. این را با اوچا را دیدم عبدی اوچا. بس است. تو را او پرون پایت را به این حال آورد. تو را نمیخواست. از خانه گریخت. با شخصی تو را به همین حالت آورده میگیری اه؟ بس عبدی. تو یک قرجانی هستی. از یاد نبرار عبدی. تو یک قرجان هستی. کی حرکت میکنید؟ دیرتر. برادر آدم بر این گپ زن. کی حرکت میکنید گفتم؟ چی داد میزنی برادر؟ وقتش بیاید میرویم. کی حرکت میکنید؟ کمتر پس. با کجا دادر؟ با ایشیل پینر. مایلش این. نه که 10 لیره میگیرم. مایلش. کار کنید نیستید. با کار نمیکردگی نان هم نیست. چی گپ میزنید؟ که ما بطه چی شدن؟ خنوق خوردم. بسیار خنوق خوردم. چی گپ میزنید؟ کنی کار کنید. کار کنید. با کی میگویم؟ حتما باید کلتک خورید. التماس آقا جان نکنید کسل است. از پای کار شو. با تو چی شد؟ هی بچه. آقا چی شد؟ آقا چی شد با دادرم؟ آقا رو بچه هیچ گپ نیست. دادرم هست آخر آقا دادرم هست مرد. کنی خیز. از پای کار شو. چی ایستاده؟ خیز کنی؟ نیستید. شما هم نیستید. خیزید. همهش میگذرد. کار را دوام دید. کار کنید. کار. کمو خوب هستی؟ خنوق خوردم. بسیار خنوق خوردم. شد دادرم طاقت کن. بسیار خنوق خوردم. زودتر باشد. بعد 1 ساعت باید ماشین رود. خلیل آقا. چه گپ سلیمان؟ از بچه ها یک تاش کسل شده است. بیهوش شد. تب دارد. سبیل ماند. گفتم که صحت‌هایش را ده. گیر کودک را به کهیا برگردان. با جایش یگان صحتش را گیرم چی؟ لازم نه. پولش را گرفته بیار. رو. حالا هم تمام نکردید؟ تمام شد آقا. چنگک را کشید. بندها را درست بندید. احمد بفرمایید آقا. خواجگی را نگاه کن. سلیمان یک کار دارد. من تا خانه رفته میایم. مایلش خلک. کار را دوام دهید. کنی بنده را کشید. خدا جان التماس پیش از یوسف به ده رسم. باید به کشتن عبدیمون نشوم. کلی بچه زودتر راه گرد. اون طرفی است. بچه با تو این بگانان نیست. آقا جان قربان شما با کجا ببری اونا؟ آقا جان قربان شما با کجا ببری اونا؟ رفتین زودتر. کبا هلو
لختک با زینب میرویم لختک تو با زینب معقول شوی زینب با تو معقول شود تو زینب رو دوست داری میرویم چرا ایستادید؟ رسیدیم. من راست میروم به طرف فرما میروم. با شیلپینر میروید گفتید کو؟ من جنگل میونه بور کرده رو میرسی. یوسف 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 مراد مرد. فهمیدم فوزیل. میدانم رفتنم لازم فوزیل. یوسف یوسف فوزیل خواهش میکنم. یوسف یوسف رفتنم لازم. زینب پزمان رفتن لازم. من میروم. با زینب میرویم. با زینب میرویم. لختک ازبن تمام دیگر یگان چیزمون. همه را فرستاندم. ها معلش نجیب تو دوام ده. معلش زینب کنی میرویم. بیا دخترم. دو با زینب میرویم. با زینب میرویم. دو لختک خنده نمک. دیوانه خدا زده. است زینب پیشت را نگاه کن زینب. پیشت را نگاه کن. زینب پیشت را نگاه کن گفتم. زینب
لیلا لیلا خدا رحمتش کنه. زنده باشید دوستان، سلامت باشید. زنده باشید. سلامت باشید. بیا امینه، بیا دخترم. شکریه‌ро ба беморхона бурданд. راست خدا شفا دهد. вало дардаш шифо надоштааст, дар майнааш омос доштааст. ҳамин хел не амина? Ту аҳволи Шукриярро беҳтар медонӣ. Бо раис зуд гап мезанед кун. Ӯ нақл кардагист. Тавба, рафтем аз инҷо. ҳар чӣ кор кунам? ҷавон аст ҳоло. ҷавон аст гуфта ҳама кор мумкин аст магар? хай дунё ҳамин. Ин хел намешавад. зиқ наша, гирия накун амина. بیا دخترم. بیا. раис маро ором намегузорад оиша хола. то даҳани дарам омада ҳар гуна чизҳоро мебиёрад. اوه علی جنگیز، اوه تو اهمیت نده. تو را میدونستگی میداند. монед оиша хола, ман ба гапи онҳо гирия намекунам. ман аз набудани акрам месозам. ин ҳоламро бинед. алами марги фарзанд дилатонро месӯзонад. шумо бошед маро тасаллӣ мекунед. оиша хола, ман ин хубиҳои шуморо чӣ гуна бармегардонам? آرام شو. оча, ман як ба хона равам. маро бинам. رو دخترم رو. کودک را تنها نمان. ما با امینه نشسته صحبت میکنیم. جانم. وای وای، حیف شده است بچه. بیچاره آیشه. حالا کی میداند در چه حال است. غم فرزند دیگر است. به چیزی مانند نیست. اوچا میدیدید پریشان شدن. اویشه ینگه مریم اپا یووز. اوه بچم آسان می. کسل هم نبود مرده رفت. شاید از این سبب ولی چنگیز ناومد. حالا با اونها مشغول بودگیست. چه آید؟ راست میگوید اوچا. دادم آنها را هیچگاه تنها نمیگذارد. از این رو ناومد. دیگر چی شود بچم؟ خیلی شد که ناومد. چی خیلیت خاله جان؟ چی گویم؟ جوابش برآمد می همشیره خانم. برآمد. اما برای قراری انیق مشورت میکنند. به چی می درویند جیما؟ من هم نفهمیدم اوچا. چیزی گنده نیست اما کودک بیمار نمیبینی؟ خلیل او را بازگرداند. شمال کشیده است. اسپرین ندادی ساز میشد. گپه دراز نکن. با 2 اسپرین تو را صحت کن. ما به تو از اول گفتیم مالی کسل نمیخواهیم. غمگین نشو. صحتش گیر. بیو مانا کانی قبض گودکو کانی قبض. تو صحتش گیر. نه که نه. تو پول را ده. گپه دراز نکن. پولته پوله. شین با ماشین دردی سر شدی با من. تیز برو بر آقا کای آقا نه برو ابلا خوشت ابلا. این دختر الیف نیست مگر؟ ها او والله او الیف
الیف الیف توبه دیر شد و حالا هم نکشدن. همه چیز از کیفیتشون وابسته. دلشون کی که خواهد همان زمان میکشویند. عبدی رو ندیدید؟ ما از کجا میدونیم؟ عبدی کجاست؟ والله ما هم نمیدونیم. عبدی رو ندیدید؟ عبدی کجاست؟ در خونه بودگیست. یا توبه. الیف اپا؟ عبدی در کجاست؟ حزان مادر خوب هسته؟ حزان مادر خوب هسته؟ حزان مادر عبدی در کجاست؟ در بالا در اجرش. عبدی الیف هستی؟ الیف تو زنده ای الیف. گریز عبدی گریز. یوسف میآید تو رو میکشد. برآمد سوال دادنت رو مان عبدی. به مرگ مراد سبب شدنت رو میداند. آمده تو رو میکشد. هرچی گفتم گوش نکرد. اول نگفتم که پنهان کردنم رو فهمید. باز هم غضبی شد. به او دروغ گفتم اما او فهمید. عبدی میداند تو رو میکشد. از پشتت بیهوده و محبس میشیند. رو عبدی التماس. یوسف تمام. در کجاست؟ کنی الیف اوچه؟ الیف اوچه؟ این دفعه میکشمت عبدی. یوسف با کجا؟ یوسف آیشه خاله. یوسف بچم با کجا؟ یوسف پسرم سید بابا در دستش سلاح به خانه قرجانی ها رفتیم. برای دورو از اینجا از دیه گریزانید. پنهان کنید التماس. عبدی نیست گریز. یوسف تو رو میکشد میگویم. رو عبدی. اوچه دیدید الیف فکری مرا میکند. بینید یوسف میکش. الیف یک بار به تو چی شد؟ چرا به عبدی یاری میدهی؟ بس نیست؟ اینقدر خونریزی ها، اینقدر دروغ و غم بس نیست؟ چی میخواهید؟ باز چند کس مردنش لازم؟ باز چقدر حیات سوزد؟ به حیات یوسف، به سیاه کردن حیات یوسف اجازت نمیدهم. دانید این رو. عبدی برو بیرون. عبدی با تو میگویم برو بیرون. عبدی کجاست؟ یوسف دادرم. میدانم عبدی در بالاست. برو از چیکار میکنی یوسف؟ نرس مرا خلیل. یوسف نکن. کنی عبدی چیکار میکنی یوسف؟ خلیل نرس مرا. رو از اینجا. عبدی این کارا نکرده. یوسف آرام شو. دیوانگی نکن یوسف. برو بیرون عبدی. برو با تو میگویم. عبدی این کارا نکرده. اینجا برو. چیکار میکنی یوسف؟ اینجا برو. میکشم. ماچت رو پرتا. من تو گفتم که روز شب عبدی تو رو میکشد. التماس به یکانجا راه پنهان شهر تو رو میکشد. شین اینجا. یوسف با کشتن پسرم اجازت نمیدهم. ماچت رو پرتا. خلیل سرده. یوسف نکن.
الف تو در اینجا چی کار میکنی؟ یوسف بچم ایست خون ریزی نکن. یوسف نکن بچم. من سلاح را دیگر کسی نمورد. یوسف تو با من خیانت کردی الیف. نفهمیده ایستاده یوسف. پسرم من به اینجا. خاموش گپ نزن الیف. پسرم من دیدگیم رو دیدم. یوسف خواهش میکنم من رو گوش کن. عبدی دیوانه شدی؟ ایست. عبدی دیوانه شدی؟ ایست. نکن. یوسف بچگی نکن. یوسف با تو نمیزه. شو نکن یوسف. نکن یوسف. مراد را آرام شو. یوسف با آنها برابر نشو. یوسف سلاحت را پردار. یوسف بیعقلی نکن. دادرم را او کشته است. آچا مراد را او کشته است. یوسف مریم مراد چه گناه داشت؟ او چه گناه داشت؟ گم شو. عبدی تو چی کار کردی؟ عبدی چرا؟ بچم رو چرا؟ فلاکت بود. من نکشتم. الیف گپ زن آخیر. الیف گپ زن. چرا خاموشی؟ برام نامرد خودت رو به اینا برابر کشنده دادرم برام. من پرتای را خطرم فایده نداره. مریم از این نگاه فایده نمیگی. مریم شد او دادری مرا کشته بس کن یوسف. بفهمه. آرام شو. آرام شو یوسف. التجا الیف میکنم گپ زن. ناخواست شد گوی. او برای چی تو جیم نشینی؟ گپ زن. الیف دخترم چی گپ شد؟ کنی تو گپ زن و ما فهمم. من میدانم شما با من باور نمیکنه. سید بابا همه تا با من باور نمیکنه. کشتار را او کرده است. بس یوسف نکن بچم. من سلاح را فلاکت بود. من نکشتم. فلاکت بود. من دان قاتل ایستا. یوسف برای آمده لعنت. یک بچه‌ام را کشتی. به این است اجازت نمیدی هم یوسف. دف شو از خونم. گم شو از اینجا. برو از پشت در. برو عبدی. یوسف اگر وی گناهگار باشد گناهگار را جزا دادن کاری بنده نیست. اگر تو حاضر کلنگ را زیر کنی تو هم قاتل میشوی. در نزد خدا مثل قاتل ایستادن تو را نمیترساند. کنی به من گوی. او دادری مرا کشته است سید بابا. دادری مرا کشته. اگر حتی چنین باشد تو با آتش انتقام کی را میسوزی؟ شیطان را یا رحمان را؟ آیشه خانم تو راضی هستی به این کار؟ راضی هستی؟ نه یوسفم نه. آشا شما چی کار میکنید؟ آشا او قاتل مراد است. دستت رو نگاه دار. یوسف آرام شو. نکن نبران. مگر نمیشنوی که سید بابا چی میگوید؟ التجا میکنم نبران. 10 سال حسرت کشیدم. 10 سالی دیگر نمیتوانم یوسف. مرادم رفت. تو هم میروی یوسف.
به نزد خدا قاتل شده می روی یوسف. پران مرا پران یوسف. بچم یوسف. اوچا یوسف یوسف گوش کن مرا. یوسف خواهش میکنم مرا گوش کن مرا. تو مرا از پشتم کارت زدی الیف. من به تو خیانت نکردم یوسف. من دوری سو از من. تو را دیدن نمیخواهم. یوسف. الیف دخترم. من خواهی نیستم آیشه خولا. عقلش رو گم کرده است. او به خود نیست. من او رو حمایه کردن خواستم. من یوسف رو حمایه کردن خواستم آیشه خولا. تمام دخترم. بیا جونم بیا. قاتل دادرم را کشتی. قاتل قاتلان امون رواد. به خانه مادرش می رود. نرود پسش. دیگر مسئله های فکر می کردگیمون هست خلیل. دادرت را بین. قاتلان آی قاتلان. الیف اینجا بیا با تو گفتنی های دارم. به حالش گذار علی جنگیز. من به خودش آید. روم آیشه خولا. بین هم به خونه شما در اومده نمیتمونم. بیبی جان جانکم. جانی من. مریم دخترم. بیا جانم بیا. جانی من. شما چه ها میگویید یزنه؟ چه ها میگویید؟ خالم چرا میمرده است؟ و علیکم السلام. در سرش آماس است الیف. آن بیماری سببگار. التماسی از نروید. من هستی خالم روید. من اکنون مردم. تمام خود را به دست گیر. الیف امروز عبدی را حمایت کردنت خوشم آمد. کاش که از اول همین خیل. چه ها میگویید؟ خالم میمرد. زنتان میمرد. شما باشید در فکر دیگری. مایلش من فکر دیگر شود گفتم که خیز میرویم. بیا هوا تاریک نشده به ناحیه رویم. سعید بابا حقتون را حلال کنید. من با شما نادرست رفتار کردم. ببخشید. از غم مراد دیگر چیزی را حس نمیکنم. الله تعالی به انسان طاقت غم را نمیدهد بچم.
با من رفتاری دغلانه کردن چندان مهم نیست، لیکن نسبت حق نادرست رفتاری از سرحد گذرد، بازگشتش خیلی مشکل می شود. احتیاط کن و صبور باش بچه جان. راست میگوید سعید بابا، خودداری نکردم، از روی نفسم حرکت کردم. با درد مراد نه، با درد جهلم افتیدم. مراد عبدی جزایش رو میبیند، کردگیش به جزا نمیماند دادرم. برخیز بچه جان، میرویم. دخترک زینب رفت، زینب رفت، زینب رفت، زینب رفت، زینب. انا همین خیل قماندان، همش حرف به حرف گفتگیم برین. خواطر نشوید، از واقعه با خبرم. از بالای سرجنت ذکر شده پیشتر یک چند شکایت آمد. در مدت کوتاه چاره‌اش رو میبینیم. خواطر نشوید. همه این گفتگیاتون برای پیشرفت مرافعه از بالای شخص ذکر شده کمک میرسوند. مسئله رو زیر نظارت میگیریم. قماندان، ما شما را همیشه همین خیل میشناختیم، جانبداری حق و حقوق دانستیم. شکر خدا که فریب نخوردیم. دیگر مسئله باشد دستورهای لازمی را در حال میدیم. سلامت باشید قماندان. اکا چی میشود اکنون؟ ما رو خلاص کنید اکا، ما رو خلاص کنید، افسودن نمیخوام. خلیل، فکر در زنت، دادرت در غم جان. عبدی نترس، نترس بچیم، ما همین جایم عبدی، کسی به تو ضرر نمیدهد. خلیل، عبدی را به باخانه میبریم، یک چند وقت آنجا ماند. کنی نشین، زودتر باش. باخانه آنجا ما رو کسی نمیابد، به حبس نمیروم. اما ژاندارم اگر بیاید چی؟ یوسف آنها رو تیزتر بیارد چی؟ اوچه اکم تیزتر شود؟ تو پروا نکن. شما با این ماشین نشینید. کنی بچه ها، کنی میرویم. قاتلان مراد را کشتن. قاتلان مراد را کشتن. قاتلان مریم دخترم، با تو چی شد؟ مریم، با تو چی شد؟ مراد را کشتن. قاتلان مریم جان، مریم آرام شو. مریم آرام. قاتلان جان، مراد را کشتن. چی شد؟ با تو میگویم. اوچه آنها قاتلند، قاتلند، آنها مراد را کشتند. قاتلند، قاتلند. دخترم مریم، دیمو نکردن. قاتلان.
خراب له کنی فرو آقا کجا برویم آقا؟ من از تو بیزارم. بیماریت خطرناک است. به دیگران گذرد همش اسراف می شود. ضرر می بینم. آقا کای آقا نپرتوید. التماس التماس. اوچا نترس بچیم نترس هیچ چیز نمی شود. کنی آیسته 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 با دقت باش خلیل. میلش اوچا آرام باش آرام باش. نترس. در پناهی از تو باشی. خیلی زیبا زیبا. چی این چی کودک آقا کودک با من یاری رسانید آقا. خیز به دکتر رویم. یاری ده خیز کنی خیز کنی خیز دلیت خوب. تو امروز الیف را بیهوده رنجاندی یوسف. التماس سید بابا این مسئله رو نکشایید. اول پرسیش وانگه کشیش خلق چنین میگوید. این مسئله عیان است که مسئله الیف برایم محکم است. حتی دیگر اصلا کشوده نمی شود. آقا ژاندارما ها واهمه نکن چیزی نمیشه. قراجانی ها بودند. میگریزند. گردونید ماشین را گردونید گریخته ایستادند. چی شد اکا؟
نمیدونم. اکا من بسیار میترسم. نترس. چی شد؟ دیده ایستادم. تسترکا جون. عبدی ژاندارما ها میقپند اکا. چی گپ؟ ژاندارما ها اکا. آرام باش. اکا آرام شدن نمیتوانم. آرام باش. آمدند. اکا. کدام شما عبدی قراجان هستید؟ باز وا خوردیم عبدی. دستگیر کنید. اکا یاردم کن. آرام شو. آرام باش.